جای برای شنیدن و شنیده شدن. رادیو مهر، ارمغان امید و آینده. به نام خداوند مهربانی. خوشا لبخند شادی آفرینان، که شادی روید از لبخند اینان. السلام علیکم شنوندگان گرامی و همراهان عزیز رادیو مهر. برنامه کاشانه مهر را با امید شادی و شادکامی شما عزیزان آغاز می کنیم و تمنای آن را داریم که همیشه خانه و کاشانه‌تان آباد باشد و دلتان شاد. من جاوید حسینی از بخش صدای خانواده در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. کاشانه مهر، برنامه شاد و شادی آفرین. کاشانه مهر کار است از بخش صدای خانواده رادیو مهر. در این برنامه از مسائل خانه‌داری و همسرداری، مسائل بانوان، تربیت فرزند و شاد زیستن و شاد بودن سخن خواهیم گفت و امیدواریم ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. دوستان شنونده، برنامه امروز من را با داستان کوتاه آغاز می کنیم و سپس درباره موضوع برنامه گفتگو خواهیم نمود. روز دخترک از مرغزار می گذشت. پروانه را دید که بر سر تیغ گرفتار گشته است. با احتیاط تمام پروانه را آزاد کرد. پروانه چرخ زد و پر کشید و از او دور شد. پس از مدتی کوتاه پروانه در لباس پری زیبای در برابر دخترک ظاهر شد و به وی گفت: به سبب پاکدلی و مهربانیت آرزویی را که در دل داری برآورده می سازم. دخترک پس از کمی تأمل پاسخ داد: من می خواهم شاد باشم. پری خم شد و در گوش دخترک چیزی زمزمه کرد و از دیده او پنهان شد. سالها گذشت. دخترکی قصه ما کلان شد. او همیشه شاد و خندان بود، به حدی که در هیچ سرزمین کسی به شادمانی او دیده نمی شد. هر بار کسی راز شادیش را می پرسید، با تبسم شیرین بر لب می گفت: من به سخنان پری زیبای گوش دادم. زمانی که به کهنسالی رسید، همسایگان از بیم آن که راز جادویی همراه او بمیرد عاجزانه از او می خواهند که آن رمز را به آنها بگوید. دخترک که اکنون زنی کهنسال و بسیار دوست داشتنی است، لبخند ساده بر لب می آورد و می گوید: پری به من گفت همه انسانها با همه احساس امنیتی که به ظاهر دارند به همدیگر نیازمندند. ما به هم نیازمندیم. وقتی که در شادی بسته می شود، یک در دیگر باز می شود. ولی ما
آنقدر به در بسته نگاه میکنیم که این در را نمیبینیم که برایمان باز شده است. بگذار آنقدر شادی داشته باشی که زندگیت را شیرین کند و آنقدر تجربه که تو را قوی کند، آنقدر غم که انسان نگهت دارد و آنقدر امید که شادت کند. روشنترین آینده ها همیشه بر پایه یک گذشته فراموش شده بنا می شوند و تو نمی توانی در زندگیت پیشرفت کنی مگر اینکه خطاها و رنجهای گذشته ات را از ذهنت دور کنی. یادت باشد شادترین مردم بهترین چیزها را ندارند. آنان فقط از چیزهایی که سر راهشان می آید بهترین استفاده را می برند. شادی چیست؟ آیا داشتن شادی و شادمانی در خانواده مهم است؟ و از چه راه‌هایی می توانیم شادمانی را در خانواده امان ایجاد کنیم؟ شادی و نشاط و شادمانی یکی از نیازهای طبیعی انسان هاست و نقش بسیار مهمی در تقویت اراده ما آدمان دارد. شادی و شادمانی کارهای بزرگ و برنامه‌های سنگین را برایمان آسان می کند. گاهی روح آدمی خسته و بیمار می شود و برای رفع بیماری و افسردگی آن نیاز به داروی به نام شادی داریم. در روایت نقل شده است در پیشگاه خداوند بعد از ایمان هیچ کار برتر از شاد کردن دل مؤمن نیست. یادمان نرود که شادی باعث بالندگی روح و ایجاد نشاط می شود. جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن، آن که آموخت مرا همچو شکر خندیدن. گرچه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم، عشق آموخت مرا شکل دیگر خندیدن. شادی و روحیه خوش داشتن از خانواده آغاز می شود و در جامعه گسترش می یابد. پس مهم است در خانواده هایمان شادی را پرورش دهیم. شادی را از چند راه می توانیم در خانواده امان بیاوریم و خانواده شاد و خندان داشته باشیم. اولین راه برای این کار مثبت نگری و مثبت اندیشی می باشد. بله، خوشگمانی و مثبت اندیشی موضوعی است که در روایات اسلامی به آن تأکیدهای فراوان شده است. بنابراین داشتن تفکر مثبت و خوشبینی رمز خوشبختی و نشاط در زندگی ما انسان هاست و البته امید و نشاط و شادکامی و حال خوش ما نیز در سایه خوشبینی حاصل می شود. روایتی را از حضرت علی نقل می کنند که می گوید خوشگمانی از بهترین صفات انسانی و پربارترین مواهب و نعمتهای الهی است.
همراهان گرامی و شنوندگان عزیزی برنامه کاشانه مهر، به نظر می رسد خوشبینی اقسام گوناگونی دارد که یکی از آنها خوشبینی نسبت به اعضای خانواده است. بنابراین باید رفتار و گفتار اعضای خانواده به راستی و درستی فهمیده شود و اگر خطا و کوتاهی نیز از آنان سر زد، باز هم باید به آنها خوشبین و خوشگمان باشیم. در مقابل خوشگمانی صفتی بدبینی قرار دارد که در معارف اسلامی گناه به شمار می رود. چنان که خداوند در قرآن کریم سوره مبارکه حجرات آیه 12 می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که بعضی از گمانها گناه است. در خانواده اگر زن و شوهر به همدیگر خوشبین باشند، فضای خانواده دور از اضطراب خواهد بود. پس لازم است سوی زن و بدگمانی را به خود راه ندهیم، زیرا بدگمانی باعث آن می شود که حریم خانواده در آستانه فروپاشی قرار گیرد و در نتیجه آن افسردگی اعضای خانواده به وجود بیاید. دوستان گرامی، صحبت‌هایمان را با اشعار زیبای شاعر پارسی زبان فریدون مشیری به پایان میبریم. غمی دنیا نخواهد یافت پایان، خوشا در بر رخی شادی کشایان. خوشا دلهای خوش جانهای خرسند، خوشا نیروی هستیزای لبخند. همراهان و همدیاران ارجمند، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده آرزوی آن را داریم که هیچگاه لبخند از لبانتان دور نگردد. برنامه کاشانه مهر تهیه شده در بخش صدای خانواده. تهیه کننده و مجری برنامه جاوید حسینی. صدا بردار و تدوینگر آریا سهراب. شنوندگان گرامی، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم و تا برنامه دیگر خدایار و نگهدار. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org